دیگه کمد اتاق تو اینطوری طراحی نکن، بیا تا یه ایده کاربردی بهت بدم. یه دیوار داریم 4 متر و 10 در 2 متر و 70. اول از همه به 3 بخش تقسیمش میکنیم. 140 تا برای آقا، 140 تا برای خانم، 1 متر هم برای میزارایش. بین دوتا کمد و یه دکور 30 سانتی میذاریم. کمدو تقسیم بر 2 میکنیم. از بالا 60 سانت میذاریم برای وسایل غیر ضروری. این قسمت رو 1 متر میذاریم برای آویز لباسای کوتاه و این قسمت رو 1 متر و 30 میذاریم برای آویز لباسای بلند. زیرش رو جا برای آویز شلوار میذاریم و این قسمت رو 3 تا کشو میدیم برای ساعت و دستبند و لباس زیر. زیرش رو تقسیم بندی میکنیم برای جای کفش. از دو طرف کمدم لاین نوری قرار میدیم. یک کشو به ارتفاع 80 سانت میذاریم برای میزارایش. پشتش هم آینه قرار میدیم و در کمدارم هم میتونی ساده کار کنی، هم میتونی فریملس بذاری. تموم شد. اگه دوست داری طراحی داخلی و حرفه‌ای یاد بگیری، حتما به پیجم سر بزن.